از ایز استفاده میکردم. مثلا میخوام بگم اون خانوم، او خانوم، او مؤنث، اون خانوم خواهر منه، میگم she is my sister. او خواهر من است. یا با ضمیرهای you, we و they از کدومی که از فعلهای تو بی استفاده میکردم؟ از are. مثلا میخوام بگم اونا دوستای من هستن، میگم they are my friends. آنها یا همون اونا دوستان من هستن. They are my friends. پس جمله سازی اینجوری شد. من یاد گرفتم که افعال to be am is are چیه؟ به چه معنا هستن؟ ضمیرهای فاعلی چیا هستن؟ معنیشون چیه؟ و حالا چجوری یک جمله پوزیتیو یا همون مثبت رو میتونیم بسازیم باهاشون. پس تا اینجا خیلی خوب پیش رفتیم بچه ها. درسته؟ حالا نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم و توی این درس خیلی مهمه اینه که زمانی که من میخوام خودم رو معرفی بکنم به دیگران یا دیگران رو بخوام معرفی بکنم به یه نفری، بعد چی کار کنم؟ از چه ساختاری استفاده بکنم؟ یادتونه گفتم که موضوع درسمون چیه؟ گفتم موضوع درسمون my name هست، به معنای اسم من. حالا اینجا با اون ساختار کار داریم. زمانی که بخوام خودم رو به دیگران معرفی بکنم میگم my name، یعنی اسم من. میخوام بگم اسم من است، مثلا همین اسم خودم ستایش. بعد بگم my name، گفتم است کدومی که از اون فعلای to be بود؟ am، is یا are؟ is. my name is با کپیتال ستایش. نام من است ستایش. درسته؟ حالا میخوام بگم فلانی اون خانومه اسمش هست سارا مثلا. اون موقع از چی استفاده میکنم؟ اون موقع باید بگم her name دوباره is مثلا سارا. اسم اون خانومه هست سارا. اینجا her یکی از همون در واقع نشونه های شی هستش، اما اینجا از شی نمیتونم استفاده میکنم. میگی چرا؟ میگم در ادامه نکتهشون میگم که چرا اینجا هر گذاشتم، شین نذاشتم. her name is سارا، اسم اون خانومه هست سارا. حالا همین مذکرش چجوری میشه؟ میخوام بگم اون آقای اسمش رضاست، میگم his name is، اینجا می نویسه رضا. حالا ادامه اینجا his name is رضا، اسم اون آقای هست رضا. و بچه ها نکته مهم اینه که من هیچ موقع قبل از اسم خودم یا دیگران، زمانی که میخوام خودمون رو معرفی بکنم، حرف تعریف د نمیذارم. یعنی این اشتباه من اگر بگم I am the علی، I am the علی، این دی کار اشتباه میکنه، اصلا کلن جمله‌مون غلط میشه. I am علی، تموم شد و رفت. پس حرف تعریف د اینجا قرار نمیگیره قبل از اسم. یا مثلا her name is the سارا، his name is the رضا. درسته؟ اینا غلط هستن. به موقعش توضیح میدم که حرف تعریف د یا حروف تعریف دیگه چه زمانی ازشون استفاده میکنیم. فعلا مهم اینه که شما بدونید قبل از اینکه در واقع اسم کسی رو بگم یا اسم خودم رو بگم از این حرف تعریف د استفاده نمی کنم. حالا من یاد گرفتم که چجوری یک جمله پوزیتیو بسازم با همون فعلای تو بی و ضمیرهام. حالا میگم چجوری من با اون فعلای تو بی ام ایز آر یک سوال بپرسم. بچه ها اینجا نگاه بکنید. بذار با هم مشکی بنویسم فعلا. من میگم you، به جمله‌ام دقت کنید، میگم you are a student. به چه معناست؟ آفرین. اینجا خراب شد کلمه.
You are a student. تو دانش آموز هستی. You ضمیر فاعلی من به معنای تو یا شما. are فعل to be من به معنای هستی. a که حرف تعریفه. student که نونه اسم به معنای دانش آموزه. تو یک دانش آموز هستی. این جمله پازیتیو یا همون مثبت منه. من این جمله رو میخوام سوالی بپرسم. میخوام بگم تو دانش آموز هستی؟ این ساختار به چه صورته؟ چجوری با فعل تو بی سوال بپرسم؟ موقعی که بخوام با فعل تو بی سوال بپرسم جای فعلم با جای ضمیرم عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی فعلم میاد اول جمله، بعدش ضمیر قرار میگیره و بعد همون ادامه جمله به همون روند میاد پایین. Are you a student؟ و علامت سوال. آیا تو یک دانش آموز هستی؟ یک مثال دیگه برات میزنم. مثلا دارم که he is، البته با کپیتال، he is your friend. اون آقا دوست شماست یا دوست توه. he is your friend. اون آقای دوست شماست. حالا میخوام همین سوال بپرسم. چی میگم؟ گفتم جای ضمیر و فعل عوض میشه. سریع بر خودت مشخص کن. بگو هی ضمیر فاعلی منه به معنای او آقا، او مذکر. is فعل تو بیه به معنای است. و your friend که یعنی دوست شما که ادامه جملمون محسوب بشه. حالا همینو که جمله مثبت من میخوام سوالی بپرسم. جای فعل و ضمیر عوض میشه. میگم is he your friend؟ آیا اون آقای دوست شماست؟ is he your friend؟ اون آقای دوست شماست؟ و حالا در مقابل این سوالاتی که من با فعل تو بی میپرسم جوابهای کوتاهی با همون فعل تو بی میدم. یا میگم که yes، مثلا در جواب سوالی که مربوط به من نمیشه، مربوط به I میشه، میگم yes I am، بله همینطوره من هستم. مثلا میگه are you a student؟ میگم yes I am، بله من یک دانش آموز هستم. این جواب پازیتیوش مثبتش. یا بخوام بگم نه من دانش آموز نیستم، میگم no I am not. یا همون مخففش میگم no I'm not. نه خیر من دانش آموز نیستم. یا وقتی راجع به you she it میپرسن مثلا میگن is he your friend؟ آیا اون دوست شماست؟ یا میگم مثلا yes he is، بله اون دوست من هست. این به این معناست دیگه. یا میگم no he is not که مخففش میشه no he isn't. درسته؟ حالا که صحبت از این مخفف ها شد و من یاد گرفتم که چجوری با فعل تو بی سوال بپرسم، وقتشه که یاد بگیرم چجوری با همین افعال تو بی یک جمله منفی یا همون نگاتیو بسازم. همین الان کار کردیم. زمانی که من بخوام یک جمله منفی بسازم با افعال تو بی فقط کافیه بعد از فعلم not اضافه کنم. میگی چه شکلی؟ میگم خب اینجا نگاه بکن. مثلا بخوام بگم که من معلم هستم، من یک معلم هستم. چجوریه؟ I یعنی من، فعل تو بی مناسب